این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای درب و داغونی که حتی تو حوزه ها هم کسی براش تره خورد نمیکنه و مجبور شده اینطوری به دست و پای آخوندا بیفته. اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه‌ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست. نمیگم حالا این شما و این آخوندای ریزشی که به جای تبلیغ کردن برای عظما اینطوری زیرابش رو میزنن. نباید این مبارزه پوچ و بدون چارچوب با آمریکا به اینجا میکشید که مردم خودشون رو مقایسه کنن با کشورهای همسایه، با امارات، با عربستان و بگن این آخوندا چه بلایی سر ما آوردن، ما به زحمت میتونیم حداقل معیشت رو فراهم کنیم. این یکی هم که خودش از طلبه‌های ریزشیه زیراب ولایت فقیه رو اینطوری میزنه. 40 سال این مدل حکمرانی بیشترین آسیب به دین و مذهب زده. هر اعدامی که به وقت اذان صبح انجام میشه این به مثابه تبر خرد کننده است که بر تنه اعتقادات دینی مردم زده میشه. وقتی حنای عظما اینطوری بیرنگ شده باشه دیگه تکلیف رئیسی روشنه. هر چیزی که امروز نشان از اختلاف بین قوا باشه نباید صورت بگیره و گرفتار حاشیه ها ما نباید بشیم. ولایت مداری یعنی همین، پایبندی به مبانی یعنی همین. آخوند رئیسی هنوز دهنشو نبسته بود که خالی باف زد زیر بساط حکمرانی همریشش و اختلاف بین قوا رو اینطوری برملا کرد. در چله دوم انقلاب و برای تحقیق حکمرانی نو ما نیازمند بازخوانی و بازاندیشی در علوم انسانی و علوم اسلامی هستیم، اگر نه دچار ناحکمرانی میشویم و یا در دام حکمرانی کهنه گرفتار خواهیم ماند. یعنی دچار اشتباهات سهمگین خواهیم شد که بار هزینه آن روی دوش مردم می افتد. عظما فکر میکرد با آوردن رئیسی یه چک اساسی به طرف حساباش زده، اما تا همین جای کار چنین بلایی سرشون اومد. عظما به قدری خاک بر سر شده که جز رئیس دفترش دیگه کسی نیست براش پاچه خاری کنه. فضای مجازی که بلای جانی شده است و بیشترین حمله هم امروز متوجه حضرت آقاست. بیشترین حمله. چرا؟ چون او قائمه خیمه است. این خیمه به وجود او برپاس امروز. اون میگه فضای مجازی بلای جونمونه، بعد بلافاصله این یکی میاد از فضای مجازی تعریف میکنه که اگه نبود دزدی‌های آقازاده ها رو نمیشد. اگر این اتفاق، این فضای مجازی نبود، بسیاری از ماها در جهل و ناآگاهی میموندیم که چی گذشته در کشور. این فضای مجازی حالا نشون داده که حضرات به مراتب بیش از خود شاه از کاخهای او استفاده کردن و میکنن. اگرچه در مکانهایی که بعضا در تلویزیون نمایش داده میشه ما زیلو میبینیم، اما وقتی آقایون میخوان مثلا از کاخ لکیان یا کاخ باغ ملک مشهد استفاده کنن، هزاران نیروی تدارکاتی و حفاظتی و امنیتی برای این زیست ساده آقایون بسیج میشن و به کار گرفته میشن و اسبهایشون هم با ماشینهای مخصوص سپاه و ارتش به کاخ مربوطه حمل میشه. این هم یکی از کاخهای باستی هیلز آقازاده ها و آخوندهای مفخور.
Look at the bulletproof vest, make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Live life is a thug nigga, till the day I die. Live life is a boss player, all eyes on me. Live life is a thug nigga, till the day I die. Live life is a boss player, even getting high. Live life is a thug nigga, till the day I die. Live life is a boss player, even getting high. خلاصه که ریزش و قیچیکاری تو نظام بیداد میکنه. البته خودشون هم میدونن که ته خط این قیچیکاری ها خود عظماست. ولی من یه چیز شما بگم، تردید نکنید شما پروژه خالص سازی تهش میرسه به خود رهبری. یعنی ماشین خالص سازی که وقتی راه افتاد که فقط لاریجانی رو زیر نمیگیره، که فقط قالیباف رو زیر نمیگیره، که فقط مثلا آقای روحانی که زیر نمیگیره، که ماشین خالص سازی تو روند خودش رهبری رو هم زیر میگیره. البته عظما فکر میکنه مثل این طرف میتونه جون سالم به در ببره و زیر گرفته نشه، اما کور خونده. از یه طرف تبری اختلاسچی رو از زندان آزاد میکنن، بعد از این طرف این مشنگ رو میارن تا یه چنین قمپوزی در کنه. اگر امثال تبری در وسط بازار تهران شلاق بخورن، خیلی از ایمانها متزلزل نمیشن. این هم یه چشمه از وضعیت باند عظما که حتی بزبز قندی هم از وزیر رئیسی شاکیه. من الان عصبانی هم از دیروز، اگه این وزیر پیداش کنم ممکنه اصلا یک کتکم بزنم. آقا اینقدر یه آدم مزخرف گفت، هر جلسه میاد تو شورا میشینه درست همون حرفایی که مثلا شورا تصویب کرده، رهبری گفته که آقا مقالات علمی باشه اما اینا هدف نیست، باید تو چارچوب درست ضد همون حرفا رو میزنه. هر چی که تصویب شده میاد از دانشمندان و علمی ها باید بابا تو امثال شما که تو دولت خاتمی و روحانی همه کاری بوده، با تو چی میگی؟ حالا سری بزنیم به طب ولایی و شیوه های فراری دادن شیطون. برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه 2 تا یا 3 تا یا 4 تا کبوتر نگه دارن. در روایت داره که اینا وقتی بال میزنند اونها فرار میکنن. از اونجایی که افسردگی تو بسیجی‌ها به یه اپیدمی تبدیل شده، دلقک خمینی رو هم میارن تا براشون این ادا و اطوارا رو در بیاره. بعد شما خسته هستید، چون ساعت آدم که پا سخنرانی میشه نه 20 دقیقه اول دل میده، قیافش طوریه. 20 دقیقه دوم خسته میشه، یه خود افت میکنه، قیافش همچین میشه. 20 دقیقه سوم دیگه حال نداره، قیافش همچین میشه.